افسانه ناصری. بود نبود یک دهقانی کمبغلی بیچاره بود که فرزند نداشت. چندین بارها او به زنش می گفت اگر خدا به ما یگان فرزند می داد در پیرانسالی قوت دیل می شد و برای خواجگی ناچیزم وارث هم می شد. نهایت زنش به او پسری تولد کرد. پسرک 3 روزه شده بود که مادر او را سیر کرده نمی توانست. چقدر هم خوراک می داد کفایه نبود. شوله پخت، پسر 3 کاسه شوله می خورد و باز می پرسید چی کار کند؟ پاره یک نان را شکست، پاره دیگر را شکست. به نظر نمودن نرسیده ذره هم از آن نان نمی ماند. سپس همه آن چیزی که خودشان می خوردند به او می دادند و پسرک نه اینکه روز به روز بلکه ساعت به ساعت کلان می شد. یک خودش برابری پدر و مادرش خوراک می خورد. به او لقب ناصری بماندند. همین خیل این نام با او تماما بماند. پسر چون نهال بلود کلان می شد، روز به روز با قوتر می شد و خوراکای دهقان کمتر می گشت. مادر باشد روزی دراز در نزد آتشدان می ایستاد و برای ناصری خوراک می پخت. تماما پیر و کمپیر مانده شدند و پدر می گفت او را خدا برای ما چون جزای داده است. اگر باز کمی در خانه ماند من و تو از عقل بیگانه می شویم. برای چی او را در خانه می داریم؟ او را به مردی کاری می فرستیم. خدا او را با قوت آفریده است. بگذار تیاریش را بیند. سر جنبانیده گفت مادر. ناصری به 12 سالگی قدم ماند و قدش به قد پدرش برابر شد. برای او از زمین کندن درخت ارچه باریشش هیچ بود. پیر و کمپیر او را به راه آماده ساختند. ناصری برفت. می رفت و خواجگی ثروتمندی را جستجو می کرد که آنجا خوب شکمسیری خوراک دهند. او بدید که آسیاب ایستاده است و در صفه آن آسیابان نشسته است. سلامت باشد خوجاین. سلام داد به آسیابان ناصری. رحمت برای سخنهای نیکت. برای تو جوان چی لازم؟ پرسید آسیابان از پهلوانی دهاتی. به شما کارگر لازم نیست، لیکن پیشکی میگویم که من چون 7 نفر خوراک میخورم و چون 10 نفر کار میکنم. شکر خدا خوراکم میرسد و اگر به جای 10 نفر کار نمایی من برایت خوراک را دریغ نمیدارم. جواب گفت آسیابان. ناصری در همین جا بماند. پگاهی آسیابان به او فرمود که او اسبها را به عرابه بسته به جنگل برود. به زنش فرمود که برای 7 نفر خوراک پزد. آسیابان نزد عرابه آمده دید که در آنجا نه تبر هست و نه یگان آلات مهنت. او حیران شد. ناصری به او بگفت شما خوجاین حیران نشوید، این اسبابها برای من سبکند. آسیابان چی فکر کردنش را نمیدانست. به عرابه نشست و به جنگل روان شدند. خوجاین میبیند و حیران میشود. ناصری درختی را به مثل یک چوبک ریشه‌کن نموده شاخچه هایش را شکسته به عرابه پرتافت. چون این مردی کار را از دست دادن لازم نیست فکر نمود آسیابان. به خانه برگشتند و ناصری باری عرابه را فرو آورد و برای خوردن خوراک چاشت روان شد. زنی آسیابان به اطراف نظر نمود. 7 مردی کارت کنی؟ پرسید او از آسیابان. آسیابان به او فهموند که چه خیل مردی کار را آنها یافتند. زنی آسیابان دسترخوان انداخت. ناصری همه را در یک دم برداشته خورد. خوجاین گفت خوش مردی کار، سیر شدی. کمتر کرم معده را تسکین دادم، انا اکنون خودم را سیر کردن ممکن؟ جواب داد ناصری و به آتشدان نگاه کرد که آنجا یک کاسه کلان
پر از نان بود. اگر سیر نشده باشی انا نانها را گیر، صاحب زن باز میپزد، گفت آسیابان. ناصری نماند که او را دویم بار بگویند که گیرد خورد. او تیز کاسه نانها را به دست گرفته. بعد دقیقه از نانها هم چیزی نماند. نانها را با مربا ناصری خورده ماند. انا اکنون سیر شدم، رحمت، گفت ناصری. زنی آسیابان دست افشاند. اگر اختیار در دست او میشد وی این قوری اشکمبه را از خونش پیش میکرد. لیکن آسیابان در گپ خودش میایستاد. کار میکند ناصری برابر 10 نفر، او حق 10 نفر را هم باید بخورد. آسیابان در خانه خود کامل حقوق بود و نمیگذاشت که کسی سخنش را به زمین ماند و برای همین زنش گپهایش را رد نمیکرد. لیکن دیری نگذشته زن باز گپی کهنه را آرامکک سر کرد. او میگفت و میگفت تا دمی که به مقصد نرسید خب نمیکرد و آسیابان مجبور شد که ناصری را از کار خانه‌اش آزاد کند. ناصری به آسیابان منتداری نموده باز راه خود را دوام داد. میرفت و غمگین میشد. از آسیاب دل کندن نمیخواست و خود به خود میگفت با کجا من روم تا که به سیری خورم؟ به نزد من بیا تا به گردن سیر میشوی. او آوازی را از پشتش شنید. به قفا نگاه نمود، دید این جین است. تو کیستی؟ پرسید ناصری با شوق. من جین؟ اگر تو از من نترسی بیا با من خدمت نما، کاری دشوار نیست، مزدش هم خوب است. پیش تو یا نزد دیگر همش یک است. من از کار نمی ترسم، فقط که توصیه شدنم خوراک دهند شد. جین ناصری را به تخت پشت سوار نمود، به بالا پرتافت و سپس به جهنم برد و به تکخانه در آورد که 3 دیگ در بالای آتش می جوشیدند. به زیر این دیگ ها هیزم پرتا تا که آتش آنها خاموش نشود. انا همین است همه کاری تو، بگفت جین. تو اینجا 7 سال است، سپس هر آنچه خواهی بپرس، لیکن تو به درونی دیگ ها نظر نکن. تشویش نکش، همه کار را خوب اجرا می نمایم، جواب داد ناصری و از پی کار شد. جین بیرفت و جین بچه ها کاسه های پوری خوراکه و شیشه خوبی شراب آوردند. اگر هر روز همین خیل خوراک باشد از اینجا یک قدم هم دور نمیگذارم، قرار داد ناصری. من بعد کار همین خیل رفتن گرفت. خواهی خور نوش کار باشد کمتر بود، برای همین هم ناصری پرقوت‌تر می شد. از بین وقتی زیادی می گذشت. چند وقت گذشت نامعین بود. یگان روزی هم ناصری از فرمان جین نبرآمده بود. به درون دیگ ها نگاه نمی کرد که چی بود در آنها، گرچنده که وقتی که هیزم را به آتش می پرتافت از درون دیگ ها آوازی ناله و آهی سردی شنیده می شد. روزی به نزد ناصری جین آمد و ناصری از او پرسید تا کی او در این جهنم زحمت خواهد کشید؟ پگاه 7 سال می شود که تو در خدمت من هستی، شاید باز 7 سال دیگر خدمت می کنی. پرسید جین. اگر کار کمی بسیارتر می بود می ایستادم. از بیکاری و از خوراکی خوب و تنبلی دور و دراز از عقل بیگانه شدن ممکن است. به من این لازم نیست، بگفت ناصری. خیر، اینجا من به تو کمک نموده نمیتوانم، اگر معقول نباشد بر روی زمین برگرد. جین این رو گفت و رفت. ناصری باشد هیزم ها را به آتش می پرتافت. یکی آوازی را شنید که از یک دیگ کسی چنان جانگداز ناله می کرد که دل ناصری ناآرام شد. او خود را داشته نتوانست و سرپوشی دیگ را برداشته دید که در آنجا کی آه و ناله دارد.
آوازی پستی به گوشش رسید. آه ناصری، من را سر بده، التماس، من به تو خوبیت رو برمیگردانم. ناصری سرپوش دیگ رو کمی گشود و از درون دیگ کبوتری سفید پرواز نموده در کتف او نشسته گفت: من به تو مصلحتی خوب میدیم. پگاه وقتی که جین از تو پرسد که تو به عوض خدمتت چی میخواهی، جواب بگو: هیچ چیز غیر از کمزولی که 2 کیسه دارد و در میخ آویزان است. چیز دیگری لازم نیست. او تو را از این فکر برمیگرداند، لیکن تو در گپت استوار باش. برای مصلحت تشکر، لیکن چی می شده باشد اگر جین به دیگ نظر نماید و تو رو در آنجا نیابد؟ سپس به من به جای مزد مهنتم 4 مغز می دهد. جین در حضور تو به دیگ نظر نمی کند. وقتی که تو از اینجا می روی، فرماندهی او به تو به آخر می رسد. نترس، خوش باش. ایستو کبوتر. او را از راه باز داشت ناصری. به من بگوی که در این 2 دیگ دیگر چی هست؟ در یک تاش روحی آدمانی بدکردار، در دیگرش روحی آدمانی مغرور. جواب داد کبوتر. روز دیگر جین آمده پرسید که ناصری به درون دیگ ها نظر کرده است، لیکن او قائل نشد و قطعاً رد کرد. ناصری، به عوض خدمتت چی میخواهی؟ پرسید جین. به من یگان چیزی لازم نیست جین، تنها همان کمزولی کهنه که در میخ آویزان است، همان را بده کفایه. این چیزی کهنه برای چی لازم؟ بهترش من به تو تنگه زیاده میدهم. او را از این فکر دور ساختن خواست جین، لیکن ناصری به قولش استوار ایستاده بود. جین اینجا چی کار کرده میتوانست؟ ناعلاج او کمزولی که 2 کیسه داشت و کهنه بود آورده داد. این کمزول عادی نیست. چند مراتبه ای که به کیسه ها دست دراز نمایی، دائما کیسه طرفی راستش پر از تنگه نقره و چپش پر از تنگه طلا می شود. این حقی خدمتی صادقانه 7 ساله توست. انا معلوم می شود که من احمق در این 7 سال برای چی جان میکندم؟ بگفت ناصری. او کمزول را پوشید، گردن جین را داشت و او را جین شاخدار به آن جایی که آنها اولین بار واخورده بودند آورده رساند. جین غایب شد و ناصری به طرف خانهشان روان شد. پیر و کمپیر هنوز در قید حیات بودند و هنوز هم از قشاقی غم می‌خوردند. آنها غمگین بودند که پسرشان ناصری کجا شده باشد، در کدام جایها میگشته باشد، از گرسنگی گم نشده باشد. انا خود همین وقت جین او را آورد. ناصری خود سیب سیاه شده بود و ریشش دمیدگی، خودش بلند شده بود که ازارش کوتاهی میکرد و موزه هایش دریدگی بودند. کرتهش چنباره دریده و با بندها بسته شده بود. او را به زور شناختند. آمدی؟ پدرش او را پیشواز گرفته گفت: همین خیل تو از مردی کاری برمیگردی؟ با هفتی تو نظر نمودن ترساور است. از چشم من غایب شو. نرنجید پدر، آب و صابون همه رو حل میکنند. تنگه ها باشند زندگی رو خوب میکنند. بگفت ناصری. دستش رو با کیسه راستش دراز کرده خمی تنگه های نقرگین رو به بالای میز پرتافتن گرفت که آنها صدا دادند. چشمان پدرش از کاسه خانه سرش برآمدند. قشاقی و بدبختی از خانهشان دور شد و شادی و خرسندی در آنجا شد. روز دیگر ناصری فرمان داد که خانه کهنه‌شان را ویران کنند و در جای آن قصری نو و زیبایی بسازند. سپس اعلان کرد که به نزد او کاسبان، دهقانان، بیچارگان آیند.
او میخواهد که به همه کمک نماید. چقدر آدمان آمدند خودتان تصور میکنید؟ میگویند که گویا در آن زمانها در روی زمین شهرها و قشلاق‌های کم بودند. جنگل‌های باشکوه در همه جا قامت می‌افروختند. در تمام مملکت چراگاه‌ها و مرغزارها دامن پهن می‌کردند که آنها را شدگار نموده به کشتزارهای سرحاصل مبدل ساختن ممکن بود. ناصری همین خیل هم کرد. به هر یک دهقان تنگه داد برای آنکه خواجگی دار شود و جای کشت و کار هم داشته باشد. به کاسبان باشد امر نمود که در نزدیکی قصر او زندگانی نمایند. به قشاقان کمبغلان که مهنت کرده نمی توانستند خانه های خوبی ساخته داد. برای ساختمان کلان آدمی بسیار لازم بود و برای همه شخصان آزاد کار یافت میشد. ناصری باشد میخورد و مینوشید، از خوردن کسر میشد، به کیسه های کمزولش دست زده تنگه ها را به محتاجان تقسیم میکرد. اکنون او هم دست و رویش را میشست و سرش را شانه میکرد، لیکن و دریغ که چون پیشینه بد شکل بود. همه او را با وجود این دوست میداشتند. تنها پدرش سرش را جنبانیده میگفت: پسرم، پسری من، همه این همین خیل نمی گذرد. اگر پادشاه بفهمد احوالمان بد خواهد شد. این چی گپ؟ پادشاه باید خرسندی نماید، زیرا من به او کمک می نمایم. جایهایی که دست او نمی رسد من یاری می رسانم. بگذار از خودش نرود، من از او نه چندان هم نمی ترسم. جواب داد ناصری. هنوز ناصری به میشه زدن هم نرسیده بود که در نزد قصر خانچه های بنیاد شدند. از دور خانه های زیاد و کشتزارها نمایان می شدند. چارواداران سرودخوانان پاده را به چراگاه می بردند. دل ناصری هم خرسند بود و او امر نمود که این کشوری آباد را تحفه شده بنامند، برای آنکه از حقی مهنت او پیدا شده بود. از آن چیزی که پدر می ترسید همان بشد. از کارهای ناصری پادشاه خبردار شده در غضب آمد. چه خیل او جرأت نموده به اجازت پادشاه زمین ها را تقسیم کرده است. آخر این زمین ها از آن پادشاه می باشند. و بر سر ناصری لشکری عسکران را پادشاه فرستاد. ناصری خبردار شد و امر کرد که برای عسکران خوراک‌های با لذت تیار کنند. خودش باشد به پیشواز آنها روان شد تا که آنها را به خانه‌اش به مهمانی دعوت نماید. به عسکران تعیین نمود که تا دمی که آنها اینجا میمانند به هر یکی یک دانه تنگه نقره دهند و نان و شراب باشد، چه قدری که میخواهند خورند. چونین نمود استقبال به عسکران پسند آمد. در دربار پادشاه باشد آنها را نه چندان خوب تأمین میکردند. آنها با خوشنودی پیشنهادی ناصری را قبول نموده با او دوستانه رفتار میکردند. در مغزارها قرارگاه ساختند و از آنجا روزی دراز صدای موسیقی و سرود شنیده میشد. افسران شاه برای سلامتی صاحبخانه می نوشیدند و هر روز از تگ لعله های خود یک تنگه طلا می یافتند. پادشاه از این آگاه شد، غضبش بسیارتر شد و او به قصر ناصری باز دو لشکر را فرستاد. کی با خوجینی دلکشاد جنگ می کند؟ چی باید کرد؟ پادشاه مجبور شد که خودش به نزد ناصری روان شود. ناصری فرمان داد که دسترخوان‌ها را پرفیض‌تر بیاندازند و خود به پیشواز پادشاه آمده او را با احترامانه به مهمانی دعوت نمود. در این مورد پادشاه فهمید که ناصری هم با قوت و هم ثروتمند است که هر روز اینقدر تنگه و چیز و چاره صرف می نماید و باز میدید که او را همه دوست می دارند.
هم اسکران و دهقانان و کاسبان و به قرار آمد که دخترش را به زنی به ناصری خواهد داد. چی خیلی که فکر کرد، پادشاه همان خیل هم کرد. به ناصری دخترش را به زنی پیشنهاد کرد و گفت که آینده او را پادشاه خواهد کرد. به ناصری این پیشنهاد پسند آمد و او با پادشاه روان شد تا اینکه عروس را ببیند. لشکری خوشبخت به خانه اشان برمیگشت. ناصری باشد کمزولی کهنه‌اش را به بر نموده در عربه پادشاهی نشست و به طرف پایتخت روان شد. شاه دختر میلینا به مثل صد برگ بهاری زیبا بود. آیا او به چنین یک بدصورت برای به شوهر برآمدن راضی می شده باشد؟ لیکن میلینا دختری مهربانی بود و او از تحت دل پدرش را دوست می داشت. او شنید که چه بدبختی به سرش آمد و رازگی خود را داد. اشکان چشمانش را می شستند، دستانش می لرزیدند، لیکن از وعدهش نمی گشت، از عروسی رد نمی کرد. دختر به ناصری پسند آمد، لیکن ناصری می فهمید که با این افت و اندام به نزد شاه دختر رفتن او خوب نیست. دلش زیغ شد. روز دیگر او با پادشاه و شاه دختر خیر خوش نمود. غمگین و مایوس به خانه خودشان برگشت. خوش عروس برایت پسند آمد؟ پرسیدند از او پدر و مادرش. چی هم بگویم، زیباست چون گلی سوسن، لیکن من با او جفت مناسب نیستم. با تو چی گویی چی نگویی غربت کرد مادر، همش بفایده است. چند بار من به تو تکرار کردم همین کمزولی کمبغلانه خود را پرتو و لباسهای درستتر بپوش. کمزول به حسن من ضرر نمی رساند، جواب داد ناصری. غم نخور پسرم، طاقت کن، اویله برپا کنی، همدیگر رو آهسته آهسته دوست خواهی داشت. او را آرام میکنند پدرش. ناصری سرش رو جنباند و تماما غمگین شد تا حتی از خوراک خوردن دست کشید. با من احوال ناصری معقول نیست، شکایت کرد به شوهرش مادر. او رو به حالش بمون. مادر رو تسکین داد. پدر خاندار می شود، افزایش دیگر می شود و سپس باز شادان می شود. ناصری در نزد تیرزه نشست. او رو یگان چیز میل نمی کرد. همه فکر و خیالش به میلینا بود. زیبا صنم به دلش جای گرفته هوش و گوش ناصری رو به خود بند نموده بود. برای آنکه ناصری قدر زیبا شود او تمام چیزش رو میداد، یگان چیز رو دریغ نمی داشت تا حتی کمزولی سحرناک رو هم. ناخواست چیزی از دستش نول بزد. نگاه کند این کبوتری سفید و او به ناصری گفت من همان جانی هستم که تو از آتش جهنم آزاد نموده بودی. برای آنکه تو به مردم اینقدر نیکی کردی، به عوض این نیکی هایت از همین دم تو خوشقد و قامت بلند و خوشروی خواهی شد. این را بگفت کبوتر و غایب شد. ناصری شاد شد، از جایش برخاست و به آینه نظر کرد. در حقیقت هم او به جوانی موزون قامت و زیبای تبدیل یافته بود. وی به رقص در آمده با تمام آواز سرود بخواند. پدر و مادرش این صدا را شنیدند. به خلاصه آمدند که فرزندشان از عقل بیگانه شده است. از ترس لرزیدند و دویده آمدند بینند پسرشان را به زور شناختند. روز دیگر ناصری فرمان داد که 10 صندوق آهنین بسازند. آنها را به خانه خوابش در آورده در و قلف زد و از کیسه هایش تنگه های طلا و نقره را برآوردن گرفت.
او 10 صندوق را پر از تنگه ها کرد. سپس تیریزه را کشاده کمزول را از تنش کشیده پرتافته فریاد کرد: های جین، تحفه‌ات را بگیر، به من دیگر لازم نیست. جین کرته را گرفت و سرش را از تیریزه درآورده به جوان دوغ زد: احتیاط کن ناصری، به دست ما افتی. ما به تو نشان میدهیم چه خیل تنگه ها را بدوزی. دیگر این خیل قلاب را به کار نخواهم گرفت. ناصری بخندید و به جین امر کرد که از نظرش دور شود. سپس صندوق ها را در عرابه ها بار نموده به عروسش زر و زیوری بسیار بخرید. برای خودش کرته زیبای خود را آرا داد و با همراهی پدر و مادرش به توی روان شد. وقتی که داماد خوشقد و زیبا شاه دختر را به آغوش کشید، غم و غصه شاه دختر از او دور شدند. پادشاه باشد از دامادش راضی بود و او را به جای خود به تخت شاهی شناند. ناصری پیشتر هم به مردم خوبی میکرد، اکنون از آن بیشتر. جین باشد به مقصد نرسید. انا در اینجا افسانه ما به پایان میرسد. اگر افسانه پسند دلی بزرگ شما شده باشد، خواهشمندم علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. البته به کانال ما ابونه شدن رو هم فراموش نکنید. شاد و فیروز باشید.